زیباییه، اینم یه نوع زیبایی، ولی این عملیه، زیبایی نیست. هدف این بوده که زیبایی بشه، ولی شما وقتی بیش از اندازه بگوزی هم پاره میشه، چه برسه به اینکه بیش از اندازه عمل بکنی. حالا این بنده خدا که نمیتونه یه شغل عادی داشته باشه. سلام، می‌خواستم حساب بانکی باز کنم. سلام بفرمایید. ولی یه جای همین ترسناک بودنه نقطه مثبت فیلم ترسناک نیستا، بلاگریه. اگه دختر نشرالش خوبه پس چرا خوابیدی تو دایرکت من؟ اینجا کجا؟ اینجا دایرکت کی؟ هر شهری که باشی قانونش منم. لولو خورخورش هم تویی، یعنی مشخصه که مامانا وقتی میخوان بترسونن بچه‌شونو کوچولو یه گل من بگی بخواب، این خانومه میخورت تا. شما چقدر با کلاسین؟ به عشق قدیمتون میگین اکس، ما بهش میگیم اون بی‌ناموس. اکس قدیمه تو یک قهرمان به حساب میاد، در حقیقت داشته جلوی تو رو میگرفته که به بقیه آسیب نزنی. منم بلدم مثل شما باشم. آدم عادی تا الان نتونستی. اما خب مانعی هست به اسم شخصیت. نه، مانع تو چربیه، یعنی اینقدر وقتی چربی تو صورتت یک مانع، اینقدر مانع داری. اینقدر خودمو دوست دارم، عاشق خودم. تو خودتو نمیبینی. خب منم اگه تو رو نمیدم میگفتم یه آدم عادیه. شبم بخیر. من سوالی که دارم اینه که این وقتی میخوابه، اگه این بخوابه لباش میترکه. لبام نیست چرا؟ بزن بریم برای تغییر خفن. بابا باز چه تغییر داری تو صورتت انجام میدی؟ الان بعد این میره ویدیو میگی من خیلی نچرم بچم. بحث چند تا پله بالا بودن نیست، من کلا ساختمونم با شما فرق میکنه. مشخصه که شما طبقه پایینی مطب دکتر رو گرفتی دیگه، اذیت نشی هی هر روز میری. ببین من به لامم میرینم دیگه، شما که جای خود داری. تو به صورتت هم میرینی، برای همین خط و مرزی نداری تو دیگه. من تحقیق کردم دخترایی که خوشگلن شیتن، اصلا سلامت روح و روان ندارم. پس ایشون سالم ترین دختر تو جهانه. عزیزم من آدمی نیستم که وقت خالی تو بخوای باهاش پر کنی. من آدمیم که هیچ وقتی تو با من پر نکنی. احمقی اگه با من وقت پر بکنی. یه اولویتت منم. یه شب بخیر. شب بخیر. حالا تو تراس نشستی شب بخیر نمیخواد بگی. کاملا نشرالا. بس با این لبا میخوای کجا بری؟ وضعیت زمین چقدر بده. بچه جدیدن تو کامنت ها کیمه دارم به بینی و دندون من که به جای این همه ژلوم عمل و بوتاکس برو بینی تو عمل کن. بینی هم خب طبیعی عمل شده، مگه چشه؟ با یه مفهوم جدیدی آشنا شدیم. طبیعی عمل شده. چجوری طبیعی عمل شده من نمیفهمم. یا مثلا میگن که یه برو مسواک بزن، جرم گیری کن، اول دندوناتو درست کن، بعد بیا راجبت باید صحبت کنیم و اینا. فیلتری که رو صورتت داره صورتتو میکنه. نمیکنه دندون من سفید ها، نمیکنه هیچ مشکل نداره. میدونی چرا پشت من صحبت میکنی؟ چون حسرت این که جای من باشی داره دیوونت میکنه. دست گذاشت رو اون جایی که نمیتونست. از اون اول که این ویدیو رو گرفتم میگفتم کاش صورتم شبیه بالشت بود. اگه برای سواله که دوستت داره یا نداره، خب نداره، چون اگه داشت این سوال به ذهنت نمیرسید. دیگه الان با ما صحبت نمید، داره با یکی صحبت میکنه که ان زده بهش، گفته تو قیافت خیلی عجیبه. خدایا شکرت که شما میسازی من پوزشو میدم. آره ای بی ناموس، این همه جراحی کردن، خدا تشکر میکنی؟ عزیزم که سرتون تو زندگی منه، تسلیم نشینا، فصل جدید زندگیم تو راهه. فکر میکنه کاراکترهای مارول زندگیش فصل داره، مثلا فصل جدید لوکی داره میاد. پشت سر ما حرف میزنی؟ تو صورتتون صحبت میکنید. بچه‌تون براتون عملیش میکنه. قافیه داره میگه ببین بچه‌تون عملی میشه. حالا بعد این همه آی من خدا من بهترینم تو فلانی، یه جایی از جریان ناراحت میشه، نمیدونیم چرا. ای خدا این چه زندگی آخه؟ چی شده؟ فیلر لبتو انجام میدی وقت بوتاکسته، بوتاکستو انجام میدی وقت لیزرته،
لیزرت رو انجام میدی، وقت گو خوردن تو این استا میرسه. وقت کراتینته رو انجام میدی، وقت ناخوناته. کسی مجبورت کرده این کارا رو انجام بدی؟ چون آدمای عادی هر روز این کارا رو انجام نمیدن. من تا چند وقت پیش رفتم تو کالگیر، گفتم که آی من ازدواج میکنم. کالگیر تو صورتم نگاه کرد گفت یا بلفا. گفت نه. گفتم لعنتی شما که کف دست من ندیدی، چرا میگی نه؟ گفت کف دست نمیخواد که قیافتو که دارم میبینم. سر به سر ماهایی که بابا نداریم نذاریم. آقا جان شرمنده‌ام ویدیو بدی. برای اینکه ولنتاین تنها کسی بودی که از عشاق حمایت میکرده، اون روزو به افتخارش به خاطر یاد بودش روز عشق میذارن، روز ولنتاین. داری گریه میکنه. تو که خوب بودی که تو نچرال بودی، تو همه تو دایرکتت خوابیده بودن. بلند شو بزر، بلند شو. برای امسال به جای خرس و شکلات و پاستیلی که مد کردیم به هم دیگه عمل جراحی هدیه بدی. تو فقط سر و بالم ده، کنارت میمونم بابا، تو فقط برا. کاش اینا رو نیاریم توی تولید محتوامون. خانم شما با این همه عملی که داری تو جامعه راحت هستید با این همه عمل؟ آره بابا بیشترین حس امنیت میکنم. الان ماشین به من بزنه من اینقدر عمل کردم یه ایربگ واقعی دارم تو صورتم، هیچ چیم نمیشه. عمل خاصی نیست، من خیلی هم نشدارم. فقط نمیدونم چرا انقدر نچرال نمیتونم صحبت بکنم دیگه، انقدر نچرالم. شما متأهلی به مجرم؟ من متأهلم. من یه دختر دهه 60یم. آفکورس که هنوز کودک درونم فعاله. خانم میترا حجازی پورم دهه 60، فقط اون قهرمان شطرنج به حساب میاد. من یه دختر دهه 60یم. آفکورس که قوی و مستقلم. نازنین دانشورم دهه 60، فقط اون شرکت راه میندازه. من یه دختر دهه 60یم. آفکورس که جوری تربیت شدم که نه به کسی توهین میکنم نه دل کسی رو میشکنم. ببین وقتی تو مواد مورد نیاز مسخره کردن، توهین کردن، دل شکستن رو نداری دیگه نمیشه پوز بدی که من بهتون چیز نمیکنم. تنها نسلی که میشه روشو حساب کرد دهه 60یم. ای تو هم ما رو پاره کردی با اون دهه‌ای که به دنیا اومدی. بی خیال شو دیگه. من بین فامیل پدری و فامیل مادری ولو انتخاب میکنم. این چریه رسیده به مغزش، فکر میکنه اینی که گفت الان خیلی بامزه و خفن میده. من 90% زندگیمو تو ترمینال میگذرونم. یا دارم تر میذارم به زندگی یا همش دارم مینالم. چرا کار ندارم، چرا اینو ندارم، چرا اونو ندارم، چرا پول ندارم. پول نداری چون خرج صورتت کردی. همه یه مشکلاتی که لیست کرد به خاطر صورتشه. سعی کنین تو زندگیتون مثل پیتزا باشین. سردش هم همه دوست دارم. فکر کردم میخواد بگه چرب و چیلی. مثلا من خودم مثل سوپم. فقط آدمای مریض دوستم دارم. بعد از گفتن این حرفا سرویس داشته گریه میکرد. خدایا بارها امتحانم کردی، ول کن دیگه. نمی‌بینی اسکلم؟ آره. خدا تو رو خیلی وقت ول کرده. ببین من خونه یکی از بچه‌هام، این بنده خدا با من میاد، فقط اینکه گیاهخواره، حواست باشه. خب می‌دونی چه کارش میکنم؟ الان گلدونا رو قایم کنم از دستشون یا چی؟ مهیار جون کجایی؟ میتونی خیلی زود بیای خونمون؟ انگار یادت رفته که من نابینام و نمیتونم رانندگی کنم. آخه خونمون خالی بود. بسه دیگه نمیتونم. پس شما رسول فالو کنی. خليك متعطش للأكل. بيبسي إكسترا فز الجديدة. صودا أكثر للي يحب الأكل أكثر. I'm inside of 99 Nights, and I'm going to be using this script. Alright, so we need to get this fire started. So to make it much easier, we're going to press on bring fuel items to campfire. And look at that. And there we go. Our fire is on. Bring scrap items. Oh my god. Alright, so we have hella scrap now. I guess we might as well bring the food as well. There we go. We're getting hella food. Holy. Alright, let's eat some of this. Alright, auto cook. I don't think anything here is cookable actually. Let's put instant interact on. Alright, let's put walk speed. So we're a bit faster. Let's put that to like 40. Alright, this is good. Our fire just died and it's becoming nighttime. So let's enable activate tree aura and kill aura. Alright, we have some wood. Let's put that on there. Boom, there we go. Guys, do you see that bunny? Look what happens if I pull out my axe. He just died. I'm killing everything, look. Something here is dying.
can't even go there and they're dying from the kill aura. Let's put tree aura only. And hopefully some trees get cut down. I think that's one of them. I never cut that tree down. Is there any more trees cut down? Oh look, there's one more here. Alright, I like that. Damn, that tree just fell as well. You guys see that? The tree aura is coming clutch. I can just sit here and all these trees are gonna get cut down eventually. There we go.